سلام. تا حالا به این فکر کردی که دنیا چقدر عجیبتر از چیزیه که هر روز میبینی؟ واقعیت اینه که هر چقدر علم بیشتر پیشرفت میکنه، رازهای عجیبتری از جهان کشف میکنه. از سیاره‌ای که بارونش از شیشه است گرفته تا جایی که اشک‌های انسان روی صورتش نمیریزن، یا حتی جاهایی که قوانین فیزیک اونقدر عجیب میشن که ذهن انسان به سختی میتونه درکشون کنه. شاید باورت نشه، اما تمام چیزهایی که قراره توی این ویدیو ببینی بر اساس تحقیقات علمی و مشاهدات دانشمندانه. پس اگه عاشق دانستنی‌های علمی، فضا و رازهای جهان هستی، تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قول میدم چند بار غافل نشی. اولین راز یکی از عجیب‌ترین اتفاقهاییه که برای بدن انسان خارج از زمین رخ میده. تصور کن داخل ایستگاه فضایی هستی و دلت میگیره. میخوای گریه کنی اما اشک‌هات اصلاً جونی نمیریزن. روی زمین جاذبه اشک‌ها رو به سمت پایین میکشه، اما در فضا به دلیل بیوزنی اشک‌ها دور چشم جمع میشن و مثل یک حباب کوچک روی صورت شناور میمونن. بعضی از فضانوردها گفتن این موضوع حتی باعث سوزش چشم و تاری دید هم میشه. تصور کن وسط یک مأموریت مهم باشی و اشک‌ها جلوی دیدت رو بگیرن. عجیبه نه؟ اما این تازه شروع ماجراست، چون حالا میخوایم به سیاره‌ای سفر کنیم که یکی از خطرناکترین مکانهای شناخته شده جهان. اگه بهت بگن جایی توی جهان وجود داره که بارونش از شیشه است، احتمالاً فکر میکنی دارن شوخی میکنن. اما چنین سیاره‌ای واقعاً وجود داره. اسمش HD 189733b هست و حدود 64 سال نوری از زمین فاصله داره. از دور این سیاره آبی و آروم به نظر میرسه. حتی ممکنه تو رو یاد اقیانوس‌های زمین بندازه. اما این فقط یک ظاهر فریبنده است. دمای این سیاره به بیش از 1000 درجه سانتیگراد میرسه و بادهایی با سرعتی بیشتر از 7000 کیلومتر در ساعت روی اون میوزن. این سرعت چندین برابر سریعتر از شدیدترین طوفان‌های روی زمینه. دانشمندان معتقدند در جو این سیاره ذرات سیلیکات وجود داره، همون ماده‌ای که برای ساخت شیشه استفاده میشه. این ذرات با اون بادهای وحشتناک حرکت میکنن و چیزی شبیه بارون شیشه به وجود میارن. اما این بارون از بالا به پایین نمیباره، بلکه تقریباً به صورت افقی و با سرعتی مرگبار حرکت میکنه. یعنی اگر انسان روی این سیاره قرار بگیره، تقریباً هیچ شانسی برای زنده موندن نداره. با این حال، این سیاره فقط یکی از عجیب‌ترین دنیاهای کشف شده است. چیزی که الان قراره دربارش حرف بزنیم، حتی از این هم مرموزتره. جایی که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. تصور کن با یک سفینه فضایی در حال نزدیک شدن به یک سیاهچاله هستی. از دور فقط یک دایره کاملا سیاه می‌بینی. انگار بخشی از جهان ناپدید شده باشه. دلیلش اینه که جاذبه سیاهچاله اونقدر قدرتمنده که حتی نور هم نمیتونه از اون فرار کنه. هرچه بهش نزدیکتر بشی، اختلاف نیروی جاذبه بین قسمت‌های مختلف بدنت بیشتر میشه. دانشمندا به این اتفاق اسم جالبی دادن: اسپاگتی شدن. چون بدن انسان در اثر این اختلاف شدید جاذبه کم کم کشیده میشه، درست مثل یک رشته اسپاگتی. البته اگر سیاهچاله خیلی بزرگ باشه، ممکنه هنگام عبور از مرزش اصلاً متوجه اتفاق خاصی نشی. اما از اون لحظه به بعد دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. حتی نور هم نمیتونه از اون خارج بشه. جالبتر این که اگر دوستت از فاصله دور تو رو تماشا کنه، احساس میکنه حرکتت هر لحظه کندتر میشه. انگار زمان برای تو متوقف شده باشه. اما خودت زمان رو کاملا عادی احساس میکنی. این یکی از عجیب تایرلسلی پیشبینی‌های فیزیک درباره سیاهچاله هاست. اما حالا بیایید برگردیم به جایی نزدیکتر، جایی که حتی بدن خود فضانوردها هم در فضا تغییر میکنه و قدشون بلندتر میشه. اگه فکر میکنی قد انسان همیشه ثابته، باید بگم اشتباه میکنی. فضانوردها وقتی چند هفته یا چند ماه در فضا زندگی میکنن، ممکنه تا 5 سانتی متر قد بلندتر بشن.
دلیلش خیلی جالبه. روی زمین جاذبه همیشه ستون فقرات ما رو کمی فشرده نگه می‌داره، اما وقتی وارد فضا میشی این فشار تقریباً از بین میره. در نتیجه فاصله بین مهره‌های ستون فقرات بیشتر میشه و قد انسان افزایش پیدا میکنه. البته این تغییر دائمی نیست. به محض اینکه فضانوردها به زمین برمیگردن، جاذبه دوباره روی بدنشون اثر میذاره و قدشون به حالت طبیعی برمیگرده. بعضی از فضانوردها حتی میگن در روزهای اول به خاطر کشیده شدن ستون فقرات کمردرد هم تجربه میکنن. جالبه بدونی بدن انسان در فضا تغییرات دیگه‌ای هم میکنه. مایعات بدن به سمت سر حرکت میکنن و به همین دلیل صورت فضانوردها پف کرده به نظر میرسه. حتی عضلات و استخوان‌ها هم اگر مرتب ورزش نکنن به مرور ضعیف میشن. برای همین فضانوردها هر روز حدود 2 ساعت ورزش میکنن تا بدنشون سالم بمونه. اما حالا یک سوال ترسناک. اگر مهمترین منبع انرژی زمین یعنی خورشید ناگهان خاموش بشه چه اتفاقی میفته؟ فقط یک لحظه تصور کن. فردا صبح از خواب بیدار میشی، پرده رو کنار میزنی، اما خبری از نور خورشید نیست. شاید فکر کنی همون لحظه همه جا تاریک میشه، اما حقیقت یه مقدار عجیب تره. نور خورشید حدود 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا به زمین برسه. پس اگر خورشید همین الان خاموش بشه، ما تا 8 دقیقه هیچ تغییری احساس نمی کنیم. اما بعد از اون آسمون ناگهان تاریک میشه و روز به شب تبدیل میشه. دمای زمین به مرور شروع به کاهش میکنه. گیاهان دیگه نمیتونن فتوسنتز انجام بدن و زنجیره غذایی کم کم از هم میپاشه. در روزها و هفته‌های بعد سرمای شدید بیشتر نقاط زمین رو فرا میگیره و سطح اقیانوس‌ها شروع به یخ زدن میکنه. خوشبختانه چنین اتفاقی در واقعیت رخ نمیده، چون خورشید میلیاردها سال دیگه هم به درخشیدن ادامه میده. اما همین تصور نشون میده که تمام زندگی روی زمین چقدر به این ستاره وابسته است. احتمالاً توی فیلم‌های علمی تخیلی بارها دیدی که سفینه‌ها منفجر میشن و صدای انفجار همه جا رو پر میکنه، اما در واقعیت این اتفاق نمیفته. فضا تقریباً یک خلأه، یعنی ذرات بسیار کمی داخلش وجود داره. صدا برای حرکت کردن به یک محیط مثل هوا یا آب نیاز داره. وقتی هوایی وجود نداشته باشه، صدا هم نمیتونه منتقل بشه. یعنی اگر بیرون از سفینه باشی و یک انفجار بزرگ هم اتفاق بیفته، فقط نور اون رو میبینی و هیچ صدایی نمیشنوی. اما فضانوردها چطور با هم صحبت میکنن؟ داخل لباس فضانوردها هوا وجود داره و هر کدوم از اونها به سیستم ارتباط رادیویی مجهز هستن. صدای هر فضانورد به امواج رادیویی تبدیل میشه و به لباس یا سفینه فضانورد دیگه ارسال میشه. پس چیزی که اونها میشنون صدای منتقل شده از طریق رادیوه، نه صدایی که در فضای بیرون حرکت کرده باشه. جالبه بدونی صداهایی که گاهی در اینترنت با عنوان صدای سیاره‌ها یا صدای سیاه‌چاله میشنوی، صدای واقعی نیستن. دانشمندان داده‌ها و امواج ثبت شده رو به صدا تبدیل می‌کنن تا انسان بتونه اونها رو بشنوه. پس فضا تقریباً در سکوت مطلقه، نه صدای باد، نه صدای انفجار و نه حتی صدای عبور شهاب سنگ‌ها. فقط سکوت. سکوتی که شاید از هر صدایی ترسناکتر باشه. اما هنوز یک راز بزرگ باقی مونده. آیا جایی در منظومه شمسی وجود داره که احتمال داشته باشه موجودات زنده در اون زندگی کنن؟ تا اینجای ویدیو با اتفاقاتی آشنا شدیم که شاید تا چند دقیقه پیش حتی تصورشون هم برات سخت بود. اما فکر میکنی عجیب ترین جای منظومه شمسی کجاست؟ شاید اسم مریخ یا زحل به ذهنت برسه، اما یکی از هیجان انگیزترین دنیاها قمری به نام اروپا است که دور سیاره مشتری میچرخه. سطح این قمر کاملا از یخ پوشیده شده، اما دانشمندان معتقدند زیر این لایه ضخیم یخ یک اقیانوس عظیم از آب مایع وجود داره. اقیانوسی که ممکنه حتی از تمام آبهای روی زمین هم بزرگتر باشه. حالا سوال اینجاست: هر جا آب باشه آیا احتمال وجود حیات هم هست؟
هنوز هیچ کس جواب قطعی این سوال رو نمیدونه، اما خیلی از دانشمندان معتقدن اگر جایی در منظومه شمسی بعد از زمین شانس پیدا کردن موجودات زنده وجود داشته باشه، احتمالاً همین قمره. تصور کن کیلومترها زیر یخ موجوداتی زندگی کنن که هیچ وقت نور خورشید رو ندیدن و کاملاً با هر موجودی که روی زمین میشناسیم فرق داشته باشن. از طرف دیگه روی زهره دمای سطح اونقدر بالاست که سرب ذوب میشه. روی مریخ طوفان‌هایی شکل میگیره که گاهی چندین ماه ادامه دارن و روی مشتری طوفان عظیمی وجود داره که صدها ساله بدون توقف در حال چرخشه. جهان پر از مکان‌هاییه که هر کدوم از اونها میتونن داستان یک فیلم علمی تخیلی باشن، اما همشون واقعی هستن. قبل از اینکه این ویدیو تموم بشه فقط چند ثانیه به یه موضوع فکر کن. تمام چیزهایی که امروز دربارشون حرف زدیم فقط بخش بسیار کوچکی از جهان بی انتهاست. جهانی که میلیاردها کهکشان، تریلیون‌ها سیاره و رازهای بیشماری رو در خودش پنهان کرده. شاید همین حالا در جایی بسیار دور سیاره‌ای وجود داشته باشه که قوانین فیزیکش با چیزی که ما میشناسیم فرق داشته باشه، یا شاید موجوداتی زندگی کنن که حتی تصورشون هم برای ما غیر ممکن باشه. علم هر روز جواب سوالهای جدیدی رو پیدا میکنه، اما با هر جواب سوالهای بزرگتری به وجود میان و همین چیزه که جهان رو انقدر هیجان انگیز میکنه. اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودی، یعنی تو هم عاشق کشف ناشناخته هایی. پس حتما کانال رو دنبال کن، چون قراره با هم سراغ عجیب ترین رازهای فضا، بدن انسان، اقیانوس‌ها، حیوانات و کشف‌های باور نکردنی علمی بریم. حالا نوبت توئه. توی کامنت ها برام بنویس کدوم بخش این ویدیو بیشتر از همه تو رو شگفت زده کرد؟ سیاه‌چاله ها، باران شیشه یا احتمال وجود حیات زیر یخ‌های اروپا؟